ماه سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه دومین فستیوال بین‌المللی جوانان با نام نوساز برگزار می‌گردد. مهلت قبول فیلم ها از ماه می تا 1 آگوست صورت گرفته بیش از 40 فیلم برای اشتراک پیشنهاد شده است. از این میان 15 اثر سینمایی از کارگردان‌های جوان تاجیک بوده، باقی مانده از کشورهای مصر عرب، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، ایران، افغانستان و بلاروس فرستاده شده است. فیلم‌های تیگران تاجیک از قبیل پیانین نواز، حالت، پیسرک و در جستجوی حق به فستیوال پیشنهاد شدند. هدف اساسی این دریافت و دستگیری جوانان لیاقتمند از میان مکتب‌های عالی و مکتب‌های میانه و آن جوان‌هایی که دست برای رشد و نموی سینمای ملی دست میزنند. مقصد دریافت یعنی همون گونه جوان‌ها هست. مقصد اساسی همین کنفستیوال و این کنفستیوال هم مخصوص برای جوان‌های سنشان تا 35 ساله مقرر شده است. یعنی که از این بالا نمیتوانند اشتراکچی این جشن را گردند، هم از وطنی هم از خارجی. یکی از خصوصیت‌های امسال کینوجشنواره نوساز در آن میباشد که نمایش‌های فیلم‌ها در شهرهای خوجند، قرغانتپه و دوشنبه صورت می‌گیرد. فستیوال بین‌المللی نوساز امسال وابسته به شرایط جای داشته، نامیناسی‌هایش را به 5 بخش کاهش داده است. همزمان در این جشنواره نامیناسی‌ها برای فیلم‌های حجتی، انیماسیونی و 3 جایزه جمهوری مقرر شده است. احتمالیت دارد نمایش تنتنوی امسال آن در کاخ نوروز جریان گیرد. مهمان فخری دومین جشنواره بین‌المللی جوانان نوساز هنرپیشه خلقی تاجیکستان دارنده یک قطار عنوان و جایزه‌ها پروفسور هاشم گدایف بوده، امسال به سال جوانان بخشیده می شود. جشنواره نوساز در قطار سینمابازی بین‌المللی دیدار، کینوفستیوال جمهوری سیما در رشد و رونق و بلند برداشتن سطح و صفت اثرهای سینمایی زمینه خواهد گذاشت. الکی داوران خارجی انتخاب شده راه خط گرفتن فیلم ها با آزمون سنه 15 آگوست معین کرده می شود.